بیایید یک چند مثال ها رو درباره حساب کردن، چطور حساب کردن و چطور یافتن فونکسیای ابتدایی دیده گذاریم. من اینجا بنویسم مثال یکم. فرض میکنیم که فونکسی ما، فونکسی داده شده این برابر باشد f از x برابری x کوادرات. مثال میگوید که فونکسی ابتدایی همین رو یابد. مثال میگوید که فونکسی ابتدایی f مشترک از x یعنی چی بود؟ این f کلان از x رو یابد. اینجا بنویسم حال. فونکسی f کلان از x چی است؟ آسان دیدن ممکن است که اگر من به صفت f کلان از x فونکسی زیرین رو گیرم، مثلا x کوب تقسیم 3. آنگاه چی بود؟ تعریف فونکسی ابتدایی چی بود؟ فونکسی f اینجا من تکرار میکنم، فونکسی f کلان از x فونکسی ابتدایی فونکسی f خورد از x نامیده می شود اگر حاصله فونکسی f کلان از x برابر باشد به f مشترک از x. در حقیقت اگر ما از این فونکسی داده شده همین انتخاب کرده من حاصله گیریم، چی حاصل می شود؟ f کلان شتریق از x برابر است به حاصله x کوب تقسیم 3. این برابر است 3 به پیش می آید و این حاصله چی می شود؟ یا حاصله x کوب این 3 ضرب x کوادرات یا x نشانش 2 تقسیم 3 که عیناً برابر است به x کوادرات. یعنی این برابر است به فونکسی داده شدهمان f از x. اکنون این انتخاب اولی ما بود. من اینجا یک میمونم. انتخاب اولی ما بود، اینجا من یک موندم. اکنون من میتونم به صفت f از x گیرم فونکسی x کوب تقسیم 3 جمع 1. من میتونستم به جای یک اون دیگر عدد رو مانم. خلاصه گپ این است که من اینجا یک کانستانت یا گذاشتم. اکنون باز اگر تعریف فونکسی ابتدایی اینجا تطبیق نمایم، نشان دادم در کار که حاصله از فونکسی f کلان از x سنجیدنی هم که این عیناً برابر است به f خود ترک از x یعنی به x کوادرات. اینجا اعضای اولش الکی ما حاصلش رو حساب کردیم چی بود؟ این برابر است به x کوادرات و حاصله کانستانت در اینجا یک است. چی است؟ حاصله کانستانت این 0 است، یعنی حاصله از یک این برابری 0 است که این عیناً برابری x کوادرات. در اینجا چی حاصل کردیم؟ در اینجا اقلا دو فونکسی رو یافتیم که فونکسی ابتدایی با فونکسی داده شدهمان f از x برابر x کوادرات است. این چونین من عمومی کرده گفتنیم که من میتوانم با صفت f از x انتخاب نمایم x کوب تقسیم 3 جمع دلخواه کانستانت. اینجا 3 کانستانتی با زبانی تاجیکی نویسیم کانستانتی یا دائمی دلخواه
آنها از اینجا اگر من تعریفی فونکسی ابتدایی رو باز اینجا تدریج نمایم f' از x برابر می شود به رنگ پیشینه x کвадрат جمع حاصلی کنستانت چی است؟ حاصلی کنستانت همه وقت برابری 0 است، یعنی ما حاصل کردیم x کвадрат. یعنی شماره اگر من 3 رو اینجا عوض نمایم شماره به آخری فونکسیای ابتدایی و فونکسی اوله f از x برابر x کвадрат داده شدنش ممکن است. اگر من اینجا تصویر نمایم، تصویر گرافیکیش رو کشم، یعنی این چی معنا دارد؟ این معنا چنین معنا دارد. من اینجا میکشم تیری x، اینجا میکشم اینجا تیری x و اینجا بود این تیری y اولی کوردینات این نقطه 0. اگر من فونکسی x کوب تقسیم 3 رو x کوب تقسیم 3 رو اینجا تصویر کنم چی می شود؟ این هیپربوله است که از نقطه 0 میگذرد. چنین تصویر دارد. این x کوب تقسیم 3 x کوب تقسیم 3 انا اکنون بیاید در همین کوردینات من میکشم f از x کوب f از x برابری این فونکسی رو تصویر میکنم. این فونکسی رو تصویر میکنم در نقطه 0 وقتی که x برابر 0 است f از 0 برابر است به 1. یعنی وقتی که x برابر 0 است f از x برابر است به 1. اینجا که من 1 کنم آنگاه چی می شود؟ عیناً همین چنین هیپربوله حاصل میکنیم که از نقطه 1 میگذرد. یعنی این رو من اینجا تصویر کردم x کوب تقسیم 3 جمع 1. اکنون با جای 3 بیاید من دلخو دویم گذاشته میتونم. حاضر من برای مثال با جای 3 بیاید گرام مینوس 1 یعنی با جای 3 من گرفتم مینوس 1. آنگاه فونکسی حاصل میشده ما این میشود x کوب تقسیم 3 مینوس 1. یعنی وقتی x برابر 0 باشد از 1 برابر 0 است و f از 0 برابر میشود به مینوس 1. یعنی اینجا میشود اینجا اگر من قاید کنم این مینوس 1 همین چنین هیپربوله به مینوس 1 کشانده شده است. این رو ما می نویسم x کوب تقسیم 3 مینوس 1. این چنین من 3 رو عوض میکنم و شماره بی آخری فونکسی رو اینجا تصویر کرده میتونم. یعنی همش همین هیپربولی که در نقطه 0 ما ساختیم و در تیری y من با بالا و پایین چی میکنم؟ جایش رو عوض میکنم. همه این چی میشود؟ همه این فونکسی ابتدایی x کвадрат میشود. یعنی این مثال نشان میدهد که برای فونکسی داده شده بی‌نهایت بسیار فونکسی ابتدایی موجود است. باید اکنون مثال دوم رو دیده گذاریم. مثال دوم چی میگوید؟ مثال دوم رو دیده بگذاریم. باید قدمی باریکتر گیرم اینجا. مثال دوم فرض میکنیم که فونکسی f از x داده شده است 1 تقسیم x کوب x نشانه داشت 3 که x تغییر می‌یابد از 0 تا بیاخر. یعنی تیری مثبتی عددی است. مثال چنین میگوید فونکسی ابتدایی f کلان از x را یابد
می‌شود چنان فункції ابتدایی را یابد که f کلان از یک برابر است به دو. من میخوام این مثال رو ما حل کردیم. حالی مثلا برای حل کردن این بیاید من چنین فункції f از x رو پیشنهاد میکنم و ما میسنجیم که آیا این فункція ابتدایی میشود یا نه. من اینجا می نویسم f از x برابر است 1 تقسیم 2 ضرب x کوادرات. انا میخوام من این رو از خودم گرفتم پیشنهاد کردم ولی من سنجیدنی هم که f شتریخ از x یعنی حاصل از f برابر است با ببخشید اینجا فункція f بود این فункція f از x اینجا فункція f بود. همین رو من سنجیدم آیا این درست است یا نه. این علامت سوال من این رو سنجیدم. در حقیقت اگر من حاصل از این فункція رو حساب کنم برابر است با حاصله 1 تقسیم 2 x کوادرات این برابر است 1 تقسیم 2 ضرب حاصله x نشان دهندش مینوس 2 حاصله چون که من 1 تقسیم x کوادرات رو نوشتم با نمودی x نشان دهندش مینوس 2 این برابر است 1 تقسیم 2 کانستانت رو می نویسم 2 مینوس 2 با پیش می رود مینوس 2 و چی حاصل می شود نشانه رو 1 تا خورد می کنیم مینوس 3 یا این برابر است مینوس 2 با 2 اختصار می شود ولی مینوس حالا هم هست مینوس x نشان دهندش مینوس 3 رو من با نمود کسری می نویسم 1 تقسیم x کوب. آیا این با فункції داده شده برابر است؟ yes درست است یعنی عیناً این برابر است با فункції داده شده f از x. یعنی ما حاصل کردیم که فункції f کلان از x فункції ابتدایی فункції ابتدایی f خودرگ از x است. چنانه که من از مثال پیشتر به نشان دادم چی بود؟ فункції رو میگیریم. اگر من به مثال پیشتر فункції رو اول رو گرفتیم یعنی با اون یک دلخواه اگر کانستانت رو اضافه کردیم دلخواه کانستانت رو اونجا گذاشتیم جمع کردیم اضافه کردیم حاصل کردیم که همون فункції نوی حاصل شده هم این فункції ابتدایی همون فункції اولی داده شده میباشه. بنابراین من چیکار کرده میتونم با این فункція من میتونم عدد 3 رو اینچنین اینجا جمع کنم. عدد 3 رو گرفتم و همین فункція جمع کردم و فункції نوی حاصل شده یعنی فункції f میگیم f کلان از x برابر x کوب تقسیم 3 درست نیست این چی بود 1 تقسیم 2x کوادرات جمع 3 هم این فункції ابتدایی f از x است. این هم فункції ابتدایی f از x است یعنی حاصله f از f کلان از x برابر است f خودرگ از x. اکنون من از همین صنف فункції ابتدایی که بی آخرند چون که 3 رو من اگر تغییر دهم این فункція بنیاد بسیار است. یگانه فункції رو انتخاب کردنی هم که شرط داده شده مسئله رو خانه گرداند یعنی f کلان از 1 برابر باشد به 2. اینجا چه کار میکنیم؟ با جای x میگذاریم 1 و حاصل میکنیم که f کلان از 1 برابر است با 1 تقسیم 2 ضرب 1 درجهش 2
جمع C این عددی لغا بود برابر است با چی؟ با 2. یعنی از صنف همه فونکسیوی داده شده من همین خیل فونکسی رو انتخاب کردم که f از 1 برابر باشد با 2. یعنی از اینجا با دیگر چی میگه، اگر با دیگر را فهمونم، از اینجا c را من یافتنیم. از اینجا c برابر است با 2 طرح 1 تقسیم 2 یا این برابر است با 3 تقسیم 2. آنها میخوام یعنی حاصل کردیم که فونکسی f کلان از x برابری 1 تقسیم 2x کوادرات جمع 3 تقسیم 2 فونکسی داده شده می باشد که فونکسی ابتدایی مینوس 1 تقسیم x کوب بوده در نقطه x برابر 1 قیمتش به چی برابر است؟ 2 برابر است.